اولین نکته واسه اجرای این حرکت زاویه میز هستش که باید یه زاویه کمتر از 90 درجه، یعنی حدوداً 80 درجه انتخاب بشه. و دومین نکته اجرا تو قسمت پایین حرکت، یعنی این قسمت هستش که زاویه ساعد به این شکل باید دقیقاً به زمین به صورت عمود باشه و به سمت جلو متمایل نباشه، چون نباید فشار درگیری روی عضله جلو بازو ایجاد کنه و دمبل ها دقیقاً باید نزدیک صورت باشه. نکته سوم حفظ حالت خمیده برای آرنج ها هستش که توی بالای حرکت باید به این شکل باشه و نه کاملا صاف. و نکته چهارم زاویه حرکت دمبل در طول دامنه هستش که باید یک زاویه نرم به این شکل، یعنی شبیه حرف ر فارسی داشته باشه به این شکل. چون دیده میشه که به اشتباه بعضی اول دمبل روی سرشونه میبرن و بعد به سمت بالا پرس میکنن و این اشتباهه.